ورما لیوانش آماده بود. اصلا این داستان داره. خب میومدی میخوردی بعد میرفتی. همینو بگو سک بدار ماجرا داره. بیا پایین بینم. بیا بچه بخواب. چی میگه؟ مشکلی داشتی با غذات؟ ببرمش به رخت خواب. آره. یا بیدارش کنم؟ نه گفت بیدارم نکن. ما بیدارش نکردیم. خیلی خوش اومدید به بازی مای اسلیپینگ گرلفرند که معنیش میشه دوست دختر من خوابیده. داستان این بازی چیه؟ داستان این بازی راجع مردیه که دوست دخترش دچار راه رفتن در خواب شده. حالا ما باید هر شب مواظبش باشیم تا آسیبی نبینه. ولی اما چی؟ اما یه ماجرای ترسناک پشت این قضیه هست. بدون معطلی بریم سراغ این بازی جذاب. ببینیم دوست دخترمون خوشگله یا نه. اسم دوست دخترمون چی باشه حاجی؟ بذار من میگم سغرا خوبه. سمیه خوبه. کبرا. صفورا بذار. صفورا. اوکی. I don't have a girlfriend. من دوست دختر ندارم. پایینش نوشته. این نوشته بود؟ خب نگو جان من. صفورا میگه we finally. چی میگه؟ بالاخره رسیدیم. چطور بود؟ فضای باحالیه، جای باحالیه. چی گرافیک تو دیوار حاجی. من میرم شام درست کنم. تو هم جعبه رو بیار تو لطفا. بیار تو لیوینگ روم اتاق پذیرایی بیار. خب تو برو صفورا جون. صفورا شما خیلی زیبایی ها. خب جعبه رو بردار. با دسته ایکس باکس بازی کامپیوتری کردن حال میده. نمیدوی تاند. آسمونو حاجی ولی چه جایه؟ چه جای سرسبز و خفنی. گرافیک این بازی PS1 فرش ایرونی و بچین اینجا پالیچه و با چی میذاره؟ با ای تاریک شد یا لامپ پرید. خونه ها عادی نیست حاجی. این خونه دوست دختره عادی نیست. شاید هم دوست دختره که گفتی دیگه. یا شاید هم این خونه کاری میکنه که دوست دخترت عادی نباشه. همون اینم گوزنا رو آهوان. طبیعت اینجا خیلی خوشگله. یاد بازی اسکین واکر افتادم. اگه ندیدید حتما برید ببینید. بیا دقیقاً این همونه. دقیقاً این اسکین واکر همین الان گفتم. حتما ویدیوشو ببینید. لینک ویدیو تو دیسکریپشن هست. کاشی تو میدویدی. دارم غذای مورد علاقت درست میکنم. استیک. جون استیک. اگه راست میگفتی قرمه سبزی درست میکردی. هر بار که چیز میکنم لامپه میپریش. نه تاریک شب شد. شب شده شاید. 3 تا کارتون خواست بیاره شب شد. برو تو درم ببند. باش خانم کجایی شما؟ تو آشپزخونه داری دلبری میکنه. آقا قربونت برم. آخرین کارتونم بذار. به قرآن اینو بذاریم الان میاد دم. چرا روند بازی کن داره پیش میره. پشت سرم نکن. ریدم. در صفوراهانی شام آماده است. اصلم قربونت برم. شام آماده است. قربونت برم. چاکرتم خانم زیبا. در خونه نمیبندی؟ یه بسته شد. آفرین. بریم ببینیم چی برامون درست کرده. استیک ما رو بده دایی. دایی نوکر دادم قربونت برم. این چیه؟ بلش کن مال چوبه. بشین اینجا. صفورا ببین کتلته. خب با هم زندگی میکنیم آخرش. خیلی خوشحالم که اومدیم اینجا. نفهمیدم. نیچه طبیعتش خیلی قشنگه اینجا. خیلی پرفکته. همیشه منتظر این لحظه بودم. آره. خوشحال. امیدوارم که از این شام لذت ببری. از این شام برای تو ساخته شده. من به تو درست کردم.
نوکرت هم داری خب میخوری. اول از اوه خیلی خوش اومد. نصفشو رفت. عالیه چرا عشقم. خودش نمیخوره؟ اونم همزمان اونم داره هم میخوره. تمام. خستم. واقعا خستم من. صفورا داره میگه بذار با صدا خودش بگم. من میرم سمت رخت خواب. صدام گرفته تو برو. صدا دخترم برو. خب ول فینیش فلان جوار رو فردا میام میچینم. آره باشه عشقم. اوه چه لاتی را میره. لباس باشگاه پوشیدی؟ این چیه؟ اوه سنسوریه. صفورا ما چه کار کنیم؟ ما بریم بخوابیم؟ بریم بخوابیم. بریم تو اتاق خواب. بریم. برام آب میاری یه لیوان؟ یه لیوان آب برام میاری؟ باشه. به قرآن الان میریم لیوان آب بیاریم. این الان کونمون از پشت میگیره. اوی در یخچال آب از شیر میارید؟ ببرما. لیوانش آماده. لیوانش آماده بود. اصلا این داستان داره. خب میوادی میخوردی بعد میرفتی. همینو بگو سک بده این ماجرا. بو زهر مار ریدم. ساری خیلی زیاده روی بود. ببخشید خیلی زیاده روی کردم. دیگه دیر بود. دیگه ممنون به خاطر یه لیوان آب. باشه شکردم. حرمت دارم. عجب خریه. خب میوادی میخوردی خودت تا اینجا اومده. همینو بگو. لباس عوض میکنی؟ با هم کجا بریم الان؟ چیزی؟ یه چیز سکرت باید به تو بگم. من نیاز دارم آره یه رازی رو به تو بگم. یه رازی رو بهت بگم. من من تو شبا خواب بگو. من شبا خواب زدم. راه میرم تو خواب. خواب زدم. همون اسلیپ واکرم دیگه. راه میرم تو خواب. گاهی وقتا میخوابم ولی پا میشم. میخوام بخوابم ولی پا میشم دیگه. دور و اطراف میچرخم و درا رو باز میکنم و تون تپس چیه؟ دلگردی میکنم برای خودم. چراغا رو بکنم چیز میکنه. کر میریزم. من تو رخت خواب نیستم. نفهمیدم. منو برگردونی به رخت خواب. منو ولی هرگز بیدارم نکن. بعض وقتا خطرناکه. شب بخیر دارلینگ عشقم. عزیز دلم. نوکرتم. نفس دادنش رو. خب بعد این همون زندگی الان ما اینو نمیدونستیم. الان امشب با دو میگه گرفرندش آجی. تازه اومده سر خونه‌شون. تازه اومدن اینجا گرفتن. شاید رفتن سفر مثلا. موف کردن اینجا. صدای پشت داره میاد. با چی بیدار شدم خواب؟ خودش چشش باز میکنه. صبر کن. این زامبی میمونه. برو ردش. حروم زاده. برو دنبالش به چخ نره. اذیتم نکنی ها. خب در سمت راست رو باز کردی پشت سرت. نگو. ببین اینجاه. نه اینجا بود که خوب بود. این عکس کیه؟ سگه. ولش کن. برو. رفته پایین یا رفته بالا شاید. شنیدی؟ بذار من صدا زیاد کنم. شنیدم ولی خب چیز خاصی نبود که. بالاخره من که ریدم. برو. آها یه دری وا کرد. همین در است. اذیتم نکن برات میمیرم. احمق تلویزیون داری میبینی؟ اذیتم نکن برات میمیرم کردم عزیزم. تیوی خاموش نمیشه. تو میتونی کنترلرش رو برام بیاری؟ حرفم میزنه تو خواب؟ چیز رومه. بگو چی میگن؟ نمیدونم. داینینگ رومه. فکر کنم داینینگ روم اتاق پذیرایشه. آشپزخونه. این که آشپزخونه است. بیخیال. اینه احتمالاً. این یا این. این که ادامه آشپزخونه است.
آها اینجاست. آره همین. حال کردی؟ اتاق همون میشه پذیرایی. همونجا که نه پذیرایی نیست، همونجا که نهار میخورن. میز ناهارخوری وجود داره. عشقم برات آوردم عزیزم. نه تلویزیون خاموش کنه. راه برو سگ در تنبت دو. خب این در رو وا کرده این رو آشپزخونه رو طبیعتا. دارم میترسم. اوه رخشورخونه و این چیه؟ سگ؟ چند تا سگ داشتید؟ سگ بده رو. خب برو سراغ دختره ول کن رو. بالاخره باید دید شاید اینجا باشه دیگه. اینجا که نبود. بیرون خدا کنه نرفته باشه فقط. برم بیرون؟ بعید میدونم بیرون رفته باشه. شنیدی؟ نه. خب تو آشپزخونه هستم میگم. من میگم تو آشپزخونه هستم. چی میگه؟ یه چیزی بزنش تک تو بعد برشم میبرم تو دخت. آره گفت هیچش بیدارم نکن. ای حرومزاده. حرومزاده دلغک بی شرف. چک میزنی به من. تو فقط قرار بود بیدارم نکن. تو قرار بود فقط بری راه بری. بالاست. تو چی میگی؟ منم میگم احتمال زیاد بالاست. این بدو دیگه لاشی. این زده رفته فرار کرده. اوه تلفن پیدام کن. گم شو. چقدر چیز بگو وقتش کمه. چقدر فشار وارد میکنه به آدم. استرسیه. توالت نیست. بیرون برم کن. ولش کن خدافظی کن برو گم شو کات کن باش. سگ پدر رو ولش کن. همچینم خوشگل نی. من میگم بالا. اینجا نرم برم. برو برس. حال کردی؟ بیا پایین بینم. بیا بچه بخواب. چی میگه؟ مشکلی داشتی با غذات؟ ببرمش به رخت خواب. آره. یا بیدارش کنم؟ نه گفت بیدارم نکن. ما بیدارش نکردیم. من چاقو رو ندیدم دستش. صفورا از داید اندینگ 2 از 3. چند تا پایان داره؟ اولین پایان. آره بریم. ما دوباره از اول رفتیم تا برسیم اون یکی قضیه پایانشو. اون یکی پایانشو ببینیم. یعنی اونجایی که میخوایم بیدارش کنیم یا ببریمش سمت تخت خواب، این سری میخوایم بیدارش کنیم. ببینیم چی میشه. بیدارش کردم. باز میزنه اون رو. باز میزنه که الان برو بادری بالا بیدارش کنی. داره ما رو با خوش میره جایی. عجب گاویه. انداختتمون رو در یخچال. کلمون رو در یخچال ترکوند. ما مردیم. سری قبلی اون مرد، این سری ما مردیم. اینم پایان اولش. خب اینجا اومدیم سراغش. برو بریم چی میشه پایان سوم. چاقو دستش. اینجا باید بیدارش کنی. ویک اپ. بیدار شو تخم سگ. بزنین چی میشه. شب اولو سعی سلامت گذروندی. نوکرتم. عجب بازی باحالی بود. خیلی جالب بود. فوق خوب بود. پایان سومش از همه بهتر بود. در هیچ کس اتفاق نیفتاد. آره دیگه پایان سالمش این بود. در هر صورت مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. سابسکرایب یادتون نره، لایک و کامنت یادتون نره و تا ویدیوی بعدی مواظب خودتون باشید.